باورتون میشه که شخصیت شرک رو از روی این آدم واقعی ساختن؟ تا آخر ویدیو رو ببین تا ببینی چه زندگی عجیبی داشته. موریس تیلت سال 1903 میلادی به دنیا اومد. اون تا نوجوانی ظاهر کاملا طبیعی داشت. اما تو 17 سالگی دچار نوعی بیماری شد که باعث می شد استخوان‌هایش خیلی بیش از حد رشد کند. بعد از مدتی چهره و اندام موریس به کل تغییر کرد. با اینکه دوست داشت وکیل بشه، اما به خاطر بیماریش نتونست به هدفش برسه. موریس مدتی بعد به خاطر ظاهرش معروف شد و مسیر زندگیش به کل تغییر کرد. اون حتی تو مسابقات کشتی کج هم شرکت کرد و تو دهه 1940 2 بار قهرمان شد. موریس برخلاف چهره‌اش انقدر خوب و مهربون بود که همه فرشته صداش می‌کردن و لقب فرشته فرانسوی بهش دادن. جالبه بدونید شخصیت شرک هم از روی موریس و همسرش دوریان ساخته شد.